آنهایی که سطح پستی معرفتناکی دارند به خرافات داده شدن عاقبت را فکر نمی کنند. خرافات آینده بدبختی میاره برای ملت، برای دولت. پیشرفت و ترقات دولت را مانع ایجاد میکند. تفریقه اندازی میشود در بین مردم، در بین ملت تاجیک. به یگان جا نمیبرد، به یگان نیکی نمیبرد. برای همین هم باز از تربیه کردن کادرهای جوان، متخصصان بازآموزی کنیم، کادرهای جوان را تربیه کنیم. تمامی ساحه‌ها علم آموزیم، دانش آموزیم. وطن خود ما صدقاً دوست داریم. شکر کنیم که ما تاجیکا، ما شما وطن داریم، دولت داریم. برابر کشورهای ابدقدرت اعضای کل سازمان‌های بین المللی هستیم و برابر آنها یک آواز داریم. و تاجیکان را این روز در دنیا اعتراف کردند، احترام کردند، پیشنهاد و تکلیف‌های آن را قبول کردند و این روز در جامعه بین المللی عملی شده ایستاده است.